در کاربری حرفه‌ای پورسلاین علاوه بر امکاناتی که در کاربری رایگان وجود دارد، ویژگی‌های کاربردی‌تر و متنوع‌تری در اختیار شما قرار می‌گیرد. در این ویدیو شما را با 14 ویژگی کلیدی کاربری حرفه‌ای که روزانه مورد استفاده ده‌ها هزار کاربر حرفه‌ای پورسلاین قرار داره آشنا می‌کنیم. برای مدیریت بهتر دسترسی‌ها در تیم خود از ویژگی افزودن کاربر زیر مجموعه استفاده کنید و به کاربری‌های متعدد دسترسی به فضای کار پورسلاین خود را بدهید تا امکان همکاری آنها در ساخت، انتشار و گزارشگیری فرم و پرسشنامه‌ها فراهم شود. خیلی وقتها در پرسشنامه لازمه تا بر اساس جواب پاسخ دهنده سوال یا سوالات مشخصی بهش نمایش داده بشه. مثلا در یک سوال 2 گزینه‌ای بله و خیر، اگر گزینه بله انتخاب شود، سوالهایی که در ادامه به فرد نمایش داده میشه با کسی که خیر رو انتخاب میکنه فرق داره، یا پاسخ دهنده بعد از انتخاب نوع محصول باید هدایت بشه به سوالهای خاص همون محصول. به عبارت دیگه پرسشنامه دارای شاخه‌های مختلف پاسخدهی هست که بر اساس جواب پاسخ دهنده به یکی از این شاخه‌ها هدایت میشه. در کاربری حرفه‌ای با افزودن شرط میتونید این قابلیت رو در پرسشنامه تعریف کنید. فرض کنید در انتهای پاسخدهی به سوالها باید امتیازی محاسبه بشه. در کاربری حرفه‌ای نیازی نیست محاسبات را مثلا در اکسل انجام دهید. کافی است از ابتدا مدل محاسبه رو با امکان افزودن محاسبات تعریف کنید تا با ثبت هر پاسخ به صورت اتوماتیک امتیازی محاسبه شود. می توانید بر اساس محاسبات شرط هم تنظیم کنید. مثلا افرادی که حد نصاب امتیازی را کسب کردن هدایت میشن به یک بخش از پرسشنامه و آنهایی که به حد نصاب امتیاز نرسیدن بلافاصله به صفحه دیگری هدایت میشوند. در کاربری رایگان یک صفحه پایان پیش‌فرض بعد از ثبت پاسخ به پاسخ دهنده نمایش داده میشه. به عنوان کاربر حرفه‌ای میتونید این صفحه را سفارشی سازی کنید و متن و پیام مد نظرتون رو اضافه کنید. این صفحه امکانات متنوعی داره، از تنظیم یک لینک برای هدایت پاسخ دهندگان به صفحه دیگر، مثلا وبسایت خودتون گرفته، تا تنظیم بارگذاری خودکار پرسشنامه که در کیس های پرسشگری میدانی یا در استفاده از پورسلاین به صورت کیوسک در ایونت ها و نمایشگاه ها کاربرد دارد. آیا به پرداخت آنلاین برای سبد خرید، فرم ثبت نام و موارد مشابه نیاز دارید؟ نوع سوال درگاه پرداخت را اضافه کنید. برای استفاده از این ویژگی ابتدا از طریق پرداختیارهای زرینپال یا زیبال درگاه پرداخت بر روی دامنه خود تهیه کنید. سپس در هر بخش از فرم میتونید نوع سوال درگاه پرداخت را اضافه کرده و با استفاده از کد درگاه تهیه شده پاسخ دهندگان را به درگاه پرداخت خود هدایت کنید. دریافت و جمع‌آوری فایل در قالب یک فرم در واحدهای مختلف سازمان‌ها بسیار رایج است. از ارسال تصویر شلف فروشگاه‌ها در پرسشگری‌های واحدهای تحقیقات بازار گرفته تا دریافت مدارک کارکنان توسط واحدهای منابع انسانی. در کاربری حرفه‌ای پورسلاین 2 گیگابایت فضای ذخیره‌سازی فایل در اختیار دارید که متناسب با نیاز سازمان میتونه تا هر مقداری زیاد بشه. همچنین با کمک ویژگی ضبط صدا دیگر لازم نیست پاسخ دهندگان پیشنهادها و نظرهای خود را برای شما تایپ کنند و در نهایت با استفاده از امضا تاییدیه پاسخ دهنده را به صورت آنلاین دریافت کنید. در تمامی سوالات پرسشنامه با بارگذاری عکس و تغییر چیدمان آن میتونید تصویر را در بهترین موقعیت نمایش دهید و فرم پرسشنامه بی‌نظیر ایجاد کنید تا پاسخ دهنده ها رو ترغیب و تشویق به ثبت پاسخ کنه. در کاربری حرفه‌ای در فاز تنظیمات پیشرفته با استفاده از ویژگی محدودیت تعداد پاسخ‌ها پس از دریافت تعداد پاسخ‌هایی که تعیین می‌کنید پرسشنامه از دسترس خارج میشه.
همینطور میتونید ویژگی محدودیت تعداد انتخاب‌های هر گزینه را فعال کنید تا در فرم و پرسشنامه هایی که هر گزینه ظرفیت مشخصی داره مثل فرم‌های نوبت‌دهی پس از اتمام ظرفیت گزینه غیر فعال شده و یا نمایش داده نشود. برای جلوگیری از ثبت مجدد پاسخ با یک دستگاه این گزینه را فعال کنید و یا انتخاب کنید پاسخ‌های تکراری ثبت شده توسط یک دستگاه در جدول نتایج قابل تشخیص باشند. تنظیم کلید آزمون، نمره‌دهی به آزمون و تصحیح خودکار آن یک نیازمندی اساسی طراحان آزمون آنلاین است که در بخش کلید آزمون می‌توان آنها را تنظیم کرد. همچنین در این بخش می‌تونید نحوه به اشتراک گذاری پاسخنامه تصحیح شده را تعیین کنید. اگر از پورسلاین به عنوان فرم ثبت سفارش یا تماس با ما استفاده می‌کنید، باید بلافاصله بعد از ثبت هر سفارش به صورت خودکار خبردار بشید. اطلاع رسانی از طریق ایمیل این امکان را به شما میده تا به ازای هر پاسخ ثبت شده یک ایمیل حاوی پاسخ‌ها دریافت کنید. این ایمیل ها رو میتونید طوری تنظیم کنید که هم به شما به عنوان طراح فرم ارسال بشه و هم به پاسخ دهنده ها. اطلاع رسانی از طریق پیام رسان این امکان را می دهد تا از طریق پیام رسان هایی که در تصویر مشاهده می کنید شما و یا اعضای کانال و گروهی که ایجاد کرده اید بلافاصله از پاسخ جدید ثبت شده مطلع شوید. از فاز یکپارچه سازی می تونید اتصال به واتساپ رو انجام بدید تا پاسخ دهنده ها در هر لحظه از پاسخ دهی امکان چت با شما رو داشته باشند. در فاز ارسال با فعالسازی زیردامنه اختصاصی می توانید نام برند خود را در لینک های پرسشنامه تان نمایش دهید. با فعالسازی زیردامنه اختصاصی لینک های پورسلاین شما به شکل yourcompany.porceline.ir نمایش داده می شود. این ویژگی به افزایش اعتماد کاربرها و در نتیجه افزایش نرخ پاسخدهی کمک میکنه. متن و تصویر پیشنمایش لینک را نیز با توجه به محتوای فرم و پرسشنامه در کاربری حرفه‌ای می توانید ویرایش و سفارشی سازی کنید. به کمک این ویژگی و ده‌ها قابلیت منحصر به فرد دیگه در کاربری حرفه‌ای پورسلاین فرم و پرسشنامه‌ای حرفه‌ای بسازید و داده‌ای با کیفیت جمع‌آوری کنید. اگر سوالی دارید یا به راهنمایی بیشتری نیاز دارید، از طریق یکی از راه‌های ارتباطی زیر با ما در ارتباط باشید.